اعصابمو نابود کردین لامصب. رفرش. خیلی خوب آقا، خیلی خوب آقا. سلام، خوش اومدید به ویدیو خودتون. خوش اومدید. من گفتم به ویدیو خودتون ازم کلمه آقا به صورت خیلی کامل و واضح میخوام براتون توضیح بدم. من قبل‌تر همونطور که تو ویدیوی اولین ویدیوی یوتیوبم، اگر دیده باشین، اگه ندیدین که بریم ببینید، ولی هیچ اصراری نیست که ببینید. تو اولین ویدیو یوتیوبم گفتم که من دوبله کار میکنم، تو کار دوبله هستم، تو کار صدا هستم و اینا. و قبل‌تر هم منطقش اینه که کار میکردم، ولی نه اینطوری که الان در حال حاضر دارم فعالیت میکنم. و این شد که من بیام، یعنی یک فکتی ایجاد کنم تو اولین ویدیوی یوتیوبم که اگه ندیدین بری ببینید. آره، یه فکتی ایجاد کردم که من قبل‌ترم دوبله میکردم و من دوبلورم اینا. گفتم بیام به اولین گفتم بیام به اوایل فعالیتم تو دوبله در فضای مجازی براتون یک ویدیو بگیرم، یعنی ببینید بنده چی بودم و چی شدمش. حالا نمیدم تو این ویدیو قراره براتون بذارم یا نه، اگر ولی خواستین تو یک ویدیو دیگه بهتون میگم که الان در حاضر چجوری فعالیت میکنم و دوبله من چجوری. آره بگذاریم، بنده اومدم که برای شما یک ویدیوی دوبله قدیمی از خودم بهش ریاکت برم و شما هم ببینید. اگه خوشتون من ویدیو رو لایک کنید و چنل رو ساب کنید، چون ساب کم واسه حمایت بنده میشه، و اشتراک گذاری ویدیو همچنین. و آره در انتها البته اگر دوست داشتین و هندزفری تو گوشم دنبالش میگردم. به نظر منطقی میاد. آره بریم ببینیم. خیلی خب، ویندوز آپدیت دهن سرویس برای من داشت اتفاق میفته و این بودش که اصلا من داشت خورد میکرد. واقعیت شما صفحه یوتیوب رو که باز کنید، شما یوتیوب که باز کنید رو کروم، روی گوشی، رو اپلیکیشن، هر جایی باز کنید، الان بیا روی سرچ بنویسید PVZ، بنویسید PVZ دوبله فارسی چیز، براتون یه همچین صفحات زیبایی میاد. این تبلیغاته، این همچین صفحات زیبایی میاد. اینا رو واقعا نمیدونم اینا دوبله است واقعا. یه دقیقه من انگار یه بنده خود دوبله کرده. من ببخشید یه دقیقه اینو ببینم. کر شدم. وای یه دقیقه چند نفر اینا؟ یعنی چند تا دوبلور دارن به اصطلاح توی کارشون؟ آره متاسفانه اینترنت یاری نکرد که بنده بقیه‌شو ببینم، ولی به نظرم دوبله خیلی 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 خوبی میتونست باشه. شما هم نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. آره و میگفتم بیایم پایین‌تر اسکرول. بزرگترین باب اسفنجی دنیا رو ساختم دوبله فارسی ممنتو دقیقاً چه ربطی داره؟ آره میگفتم پایین که بیاین یه همچین چیزی میبینید. انیمیشن گیان در مقابل زامبی ها دوبله فارسی پارت اول فلان. یک شخصی به نام گالکس این رو آپلود کرد تو یوتیوب. این من نیستم، این من نخواهم بود حتی، چون چنل خوبی نداره، یعنی محتوایی که داره نبینید. من دیدم، شما این کارو نکنید. آره این چنل رفته یکی از دوبلای من از یک جایی در دارک وب پیدا کرده گذاشته و حتی من بنده خدا رو نمیشناسم، ولی آره چیزی که هستش یک داستان خیلی دراز داره که این دوبله اصلا در کجا آپلود شده. و آره من وقتتون نمیگیرم، فقط میخوام برم ببینیم. بخشید من یه دقیقه کیفیت رو به 400. نهایت کار من اون زمان 720 بوده، من همین 360 بذارم بمونه فکرم خوب باشه. خیلی خوب. وای خره عذابهای الهی زیادی آشنا بشم، روبرو بشم. درسته. این صدای من بود، یعنی این صدای من بود. خدایا این صدای من بود. یعنی سه تا بخش داره، یک سوالی، یک خبری، یک عادی. من نمیدونم این صدا قراره چجوری چقدر بلند باشه، با مثلا 1 مقدار زیاد میکنم.
اگر از صدای خودم بالاتر بود که مطمئن نیستم، ولی اگر یه مقدار زیادتر بود واقعا عذر میخوام. این اولین بارم که دارم هم اسکرین رکورد میگیرم، هم ضبط میگیرم با میکروفون، هم با فیلم میگیرم و این اوایل کار منه و یه مقدار ممکنه ضعف باشه. عذر میخوام. آره و ببین باید یه چیزی توش پیدا بکنیم. آها پوشک بچه با بیا زام بگرد دیگه. باشه بابا میگم. هم بگرد. مگه میخوای توسط زامبیا کشته بشیم؟ اوه مراقب در باش. اوه خدای من. بودو یه چیز بیاری و به نردمون میاری. نردمون یاد دکشن. صدای من کاملا دورگه بوده، کاملا دورگه بوده، یعنی اصلا اما گفتنش زوده. چیزی که هستش اینه که من میتونم بگم توی دوبله کردن تقریبا میتونم بگم فقط حرف زدن رو متوجه شده بودم و اون انرژیه رو، یعنی بلد بودم حرف بزنم و انرژی داشته باشم. همین، یعنی همینم خوب بوده. درست همینم خوب بوده. ببخشید من یه دقیقه. ویدیو 2 سال پیش آپلود شده، کامنتی هم نذاشتم براش و خودم به ویدیو خودم لایک بدم. آره و چیزی که هست اینه که 2 سال پیش گفت، یعنی تقریبا میشه که مثلا 1 سال پیش اگر در نظر بگیریم، این 3 سال پیش منه. وای خدا 3 سال خیلیه، 3 سال خیلیه بچه‌ها. سب کن یه لحظه سب کن. پیداش کردم. دیدی بگیریم و چجوری گفتم؟ قشنگ لیپسینک بود، یعنی با فاصله 1 ثانیه فقط. شنداد حالیان اینا. بابا که رفتیم بگی کمت بابا تو میتونی به همه رو بکشی. گیاهان در مقابل زامبی های دو. در واقع آقا این من فکر کنم سرما خورده بودم اینجا، یعنی من اینقدر افتضاح نبود صدام، مطمئنم اینجا سرما خورده بودم. آقا اصلا برای من مهم نبود صدا قراره چجوری رکورد بشه. ببینیم این خط زمان است رو دوبله کردیم. گیاهان در مقابل زامبی های دو، این خط زمانه است رو دوبله کردیم. تیزرش رو دوبله نکردی تو خودت. توسط وای 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 نه، میخواست بگه توسط اینترنت وایستاد، یعنی سکته کرد. این میدونست که من حساسیت دارم روی این کلمه، یعنی اسم یک گروهی رو بگم که اوایل کارم تو دوبلاژ اینطوری بودش که من فکر میکنم اگر گروه بزنم، گروه داشته باشم و یک فعالیت رو میتونم حرفه‌ای پیش ببرم و اینطوری نیست که مثلا من کارم شخصی بود، مثلا با یک همکاری با کسی مثلا این بنده خدا که کنار من بود تو این کار. یعنی حتما باید یک گروهی باشه که این گروهه نشون بده من یک مدیرم، یک کسی هستم که مثلا کارم خیلی حرفه‌ایه. میگم مال 2-3 سال پیشه واقعا. اصلا خدا اینترنت من نابود شد. آقا اینا توسط بیشتر جلو نمیره. بذار من یک توضیح کلی بدم. پلنت علیه زامبی 2 که عرضه شده بود اینطوری بودش که 3 تا تیزر عرضه کرد تو چنل خود پاپ کاپ گیمز نمیدونم درست دارم میگم یا نه. آره اینطوری بودش که 3 تا تیزر کوتاه عرضه کردن از این بازی که حالا به سبک انیمیشنی بود و همه میگفتن انیمیشن، در صورتی که این تیزر بازی بودش و اینطوری بودش که یه مدتی بعد از حتی عرضه پی وی زد 2 اومد این تیزرها و من فکر کردم خب این انیمیشن خیلی خفنی میتونه باشه و دوبلش کردم. اون موقع تو آپارات تقریبا 20 کا بازدید خورد هر 3 تا پارت و اینطوری بود که یک پارت 4 هم گذاشتم، هر 3 تا پارت این انیمیشن رو چسبوندم و هم کردم یه پارت، یعنی یک سینمایی به عنوان درست کردم و اون از همه اینا بیشتر بازدید خورد. این اومده بود یکی از اون پارت‌ها رو برداشته بود گذاشته بوده توی چنل خودش و دمش هم گرم. الان من واقعا اون چنل رو ندارم، از دست از خارج، یعنی محتواش پاک شده و این بنده خدا اینو برداشته بوده. خیلی‌ها هستن که دوبلای منو برداشتن گذاشتن تو یوتیوب و اینا، دمشون گرم. واقعا نمیدونم بابت چی کاری کرده بودن. همشون مطمئنا سن زیادی هم ندارن ولی خب دمشون گرم واقعا، چون الان این چنل نبود من امروز این ویدیو رو نمیتونستم بذارم و یه همچین ویدیو خنده‌دار دوبله سمی رو ببینم، ریاکت بدم بهش، ریاکشن خودم رو شما ببینید. آره و در کل که همین من ما به چخ نرفتیم تا ما به چخ نرفتیم ویدیو رو تمام میکنم. خداحافظ.